این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره. این گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، گرانی های بی دلیلی است، هیچ استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره. مشکل رو از جلوی پای مردم بردارن، اینا همش قابل کنترله. بعضی ها میگویند گرانی ها تقصیر خامنه‌ای است. خامنه‌ای مگر مرض دارد که گرانی و مشکلات ایجاد کند تا مردم فحشش دهند و دشمنش شوند؟ خامنه‌ای از خداشه که مشکلات اقتصادی درست بشه، جیب مردم پر پول باشه، تا از رهبرشون راضی باشند و پشت رهبرشون رو خالی نکنند. اما اولا اقتصاد دست خامنه‌ای نیست. دلیل گرانی دولت‌ها هستند. طبق قانون اساسی هر کشوری، حتی آمریکا و فرانسه و ایران و غیره، 95% اختیارات و ثروت کشور دست رئیس جمهور اون کشوره و عامل همه گرانی و تورم و غیره مدیریت بد رئیس جمهور و دولت هاست. تورم رو دولت ایجاد میکنه، عامل تورم دولته، گرانی رو دولت ایجاد میکنه. ارز مال دولته و قیمت ارز هم در اختیار دولت. بنابراین ما مالک ارز هستیم. ما میتونیم قیمت دلار رو پایین‌تر بیاریم همین الان. و طبق قانون رسمی و اساسی ایران، رهبری حق دخالت در امور اقتصادی و دولتی رو نداره و وظیفه رهبری فقط و فقط سیاست‌های جنگی و حفاظت از خاک کشور در مقابل دشمنانه که به طور عالی وظیفه‌شو انجام میده و دشمنان رو به زانو در میاره. و اما دلیل گرانی‌ها این هم هست که به طور عمدی گرانی راه میندازن. مثلا چرا فقط در دوره اصلاح طلب‌ها بنزین گرون میشه، برق و آب زود قطع میشه، خیلی از افراد مهم دلار و طلا به شکل وحشتناک بالا میره، چون اکثر اصلاح طلب‌ها خائن هستند و میخوان مردم رو عصبی و خسته کنند تا مردم بر علیه رهبری و نظام شورش کنند.